خب بچه‌ها قراره برای کفشم یه دونه فدر فالینگ آیوی بزنم و از این ارتفاعی که هر کدوم 5 تا بهش اضافه شده برم و ببینم توی کدوم ارتفاع یا توی چندمین بلاک میمیرم و بریم برای ویدیو. لیتس گو. خب همونطور که میبینین من با یه گوشی دیگه اومدم فیلم میگیرم که بهترتر همه اینا رو ببینین. که الان من دستم که بریم بیفتیم فقط نیم قلب ازمون کم شد و بریم برای ارتفاع 10. الان ارتفاع 10 بلاک هستیم و اگه بیفتیم فقط 1.5 تا از قلبمون کم میکنه. ارتفاع 15 هستیم و بریم ببینیم چقدر از زونمون کم میشه که 3 تا فقط کم شد. خب الان ارتفاع 20 بلاک هستیم و اوکی فقط 1 2 3 4 تا از قلبمون رو کم کرد. خب الان ارتفاع 25 هستیم و اگه بیفتیم فقط 1 2 3 4 5 تا زونمون رو کم میکنه و برای مردن خیلی کمه، پس باید ارتفاعمون رو زیاد کنیم. خب الان ارتفاع 30 هستیم و اگه بیفتیم فقط 1 2 3 4 5 6 یا 7 تا اسپون کم میشه. خب الان ارتفاع 35 هستیم و اوکی فقط 2 تا اسپون، پس باید توی این که روبروی منه باید از وقتی که از این افتادم بمیرم. الان ارتفاع 40 هستیم و ببینیم میتونیم با توی ارتفاع 40 بیفتیم بمیریم با این چند فدر فالینگ آیوی یا باید بیشترش کنیم. اوکی فقط نیم تا قرار موند، پس باید یکم زیادش کنیم. ارتفاع 50 بلاکی بیفتیم احتمالا باید بمیریم چون که 5 بلاک بردم بیشتر، یعنی زیادش کردم. ببینیم آها خب الان توی ارتفاع 50 بلاک مردیم، پس نتیجه میگیریم اگه روی کفشمون فدر فالینگ آیوی بزنیم فقط میتونیم تا ارتفاع 50 بلاک زنده بمونیم. 50 بلاک زنده بمونیم. اوکی خب اگه تا اینجای ویدیو نگاه کردیم و به دردتون خورد حتما سابسکرایب کنید. دمتون گرم.